آغاز میکنم به نام الله بخشنده مهربان و نهایت بارحم. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که کسی از پیامبر الله محمد صلی الله علیه و سلم پرسید کدام عمل بهتر است؟ فرمودند ایمان به الله و رسول او. دیگر شخصی پرسید بعد از آن کدام عمل؟ فرمودند جهاد در راه الله. دیگر شخصی پرسید بعد از آن کدام عمل؟ فرمودند حجی نکوه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و کل مردم مسلمان.